السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تندرست هستید، همیشه خوب مانید. رحمت برای کامنتاری خوبتان، رحمت برای دستگیری کانال ما. در اینجا امروز من یک نمود سبحانی آسانک در 5 دقیقه آماده کردم. حتما با ما باشید. در اینجا در ویدیو گذشته من یک نمود پیچانی آماده کردم. یک دو پتپیچی عزیز ما خواهش کردن که همون چطور قالبش را تیار میکنید همون نشان بده. همون را من در اول ویدیو نشان دادم. رحمت برای دستگیریاتان. من در اینجا با دو نمود کریشکی نشان دادم. از همه خوبترش من همین کریشکی پلاستماسین را من چطور همین طور کرده بریدم. من بریده من میانش را همین طور سوراخ کرده. کریشکتان باید سخت کک باشد. من همین طور تیار میکنیم. من همین طور تیار کردم. حتما تیار کنید. یگان سوال درخواستاتان باشد به تیک کامنتاری نویسید، حتما من جواب میگردانم. من در اینجا اکنون کریشکی آهنینش را من همین طور بریدم. همین طور بریده تیار کردم. اینش کمتر دشوارتر بود. من همین طور بریدم. این را هم همون را چطور کرده بریدیم. این را هم همین طور بریده. چنی مثل رو که خودتا می برید. من اینش هم آماده شد. تا های کریشکی پلاستماسین، اگر کریشکی پلاستماسین نداشته باشید یگان قابک های یگان همین خیل پلاستماس را استفاده برید. تا آخر ویدیو با ما باشید. من در اینجا برای صبحانه ما 3 دانه تخم، یک دانه کارتاشکا را اتیارکو میگذرانیم. من اکنون کارتاشکا را به بالای تخم انداخته همش را یک جای آمیخته میکنیم. من به بالایش یک دانه پمیدار را مای تکره ریزه کرده. به بالای این نیم قاشقچه نمک، 2 قاشق پر آرد، من اکنون آردمان را هم همراه کرده نغز کک ارالش میکنیم. حتما آماده کنید. صبحانه آسانک برای نهاری حتما آماده کنید. خیلی بمزه است. اکنون من سکوراتکا را همین طور روغن کرده. من به بالای این آمیخته کردگی محصولات همشه می اندازیم. در علاوه نه پست نه بلند در مدتی 15 دقیقه تا 15 دقیقه میمانیم. همین طور بالایش را پشته
میمانیم در مدتی 15 دقیقه آماده میشه. آنا اکنون صبحانه ما تیار شد. حتما کانال ما را دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشید. خیر دوستان عزیز.